5 نشونه که نشون میده خداوند جل جلاله شما رو دوست داره. شاید گاهی تو دلتون این سوال پیش اومده باشه که خدایا تو واقعا منو دوست داری؟ آیا من بنده ای هستم که تو ازش راضی هستی؟ بعضی وقتا این سوال تو ذهنتون میاد مگه نه؟ خب امروز قراره جواب این سوال ها رو پیدا کنیم. داخل این ویدیو بررسی میکنیم، هم باعث میشه فکر کنیم و هم دلمون رو آروم میکنه. تو این دنیا هر چیزی که سرمون میاد یه حکمتی داره. خدا بنده های عزیزش رو با نشونه های خاصی هدایت میکنه. گاهی با یه سختی، گاهی با یه حس خوب تو دل و گاهی با یک آرامش عجیب. حالا این نشونه ها چی هستن؟ تو کدوم موقعیت ها خداوند متعال داره بهمون عشق میورزه و کدوم موقعیت ها داریم جزا میبینیم؟ بیایید با آیات قرآن و یه سری توضیحات حسابی این موضوع رو بررسی کنیم. اگه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید شاید یه چیزایی توی زندگی خودتون ببینید که قبلا بهشون دقت نکردید ولی نشون میدن که خداوند متعال چقدر شما رو دوست داره. این میتونه یک معنای جدید به زندگیتون بده. فقط یادتون باشه هرچی هست خداوند متعال بهتر از همه میدونه. آماده اید؟ با هم دیگه ویدیو رو شروع میکنیم. نشونه اول، سختی ها یه حکمت دارن. بعضی وقتا زندگی یه جوری سخت میشه که اصلا انتظارشون نداری. مشکلات مالی، مریضی، بی‌انصافی یا از دست دادن یه عزیز. تو این موقعیت ها آدم به خودش میگه چرا من؟ چرا خداوند منو فراموشم کرده؟ ولی باور کنید این سختی ها میتونه یکی از بزرگترین نشونه های دوست داشتن خداوند باشه. خداوند بندگان عزیزش رو امتحان میکنه، درست مثل پیامبران که از سختترین امتحان ها رد شده. خداوند با این امتحان ها میخواد صبر و ایمان ما رو قوی تر کنه. در سوره عنکبوت آیه 2 خداوند متعال میفرماید مردم فکر کردن فقط با گفتن ایمان آوردیم ولشون میکنیم و امتحانشون نمیکنیم. این آیه بهمون میگه ایمان فقط به زبان نیست، با صبر و توکل امتحان میشه. اگه تو زندگیت امتحانهای بزرگی داری بدون که خداوند تو رو فراموش نکرده بلکه داره تو رو آماده میکنه، صبرت رو بیشتر میکنه و به خودش نزدیکترت میکنه. فکر کن تو سخت‌ترین لحظات تو کیو صدا میکنی؟ خدا رو. خالص‌ترین دعاهات رو کی میکنی؟ وقتایی که تو تنگنا هستی. این خودش یک نعمت بزرگه، چون خداوند بنده های عزیزش رو به خودش نزدیک میکنه. تو سوره بقره آیه 286 خداوند میفرماید خدا به هیچ کس بیشتر از توانش تکلیف نمیدهد. خوبی ها مال خودته، بدی ها هم به خودت برمیگرده. اینو یادت نگه دار. اگه الان داری یه امتحان سخت میدی خدا بهت قدرت تحملش هم داده. حالا تو این موقعیت باید چی کار کنیم؟ فقط توکل کنیم، یعنی به خدا اعتماد کنیم و بدونیم هر چیزی یه حکمتی داره. صبر کنیم، چون صبر یکی از ویژگی های بنده های مورد علاقه خداونده. شکر کنیم، حتی تو سختی ها دنبال یه چیزی برای شکر کردن بگردیم، چون این کار دل آدم رو قوی میکنه. اگه سختی های زندگی تو رو از خدا دور نکرده و جاش بهش نزدیکترت کرده، این یعنی خدا تو رو دوست داره. نشونه دوم، دوری از گناه و حس پشیمونی. یه لحظه فکر کن گاهی یه حس عجیب تو دلت میپیچه، یه جورایی عذاب وجدان داری. وقتی یه خطایی میکنی دلت میگیره و پشیمون میشی. این یکی از بزرگترین نشونه های دوست داشتن خداست، چون خدا به بنده های عزیزش یه حس پشیمونی میده و در توبه رو همیشه براشون باز نگه میداره. تو سوره زمر آیه 53 خداوند میفرماید بگو ای بنده های من که زیاده روی کردید، از رحمت خدا ناامید نشید. خدا همه گناه ها رو میبخشه. او خیلی بخشنده و مهربانه. این چه خبر خوبیه واقعا. هر کی باشی، هر چی کرده باشی، تا وقتی به خدا رو کنی خدا تو رو میپذیره. اگه بعد از یه گناه حس پشیمونی داری این یعنی خداوند تو رو دوست داره، چون اگه دلت کاملا قفل شده بود اصلا این حس رو نداشتی. پیامبرمون صلی الله علیه و آله و سلم هم گفته اگه شما اصلا گناه نمی کردید خدا شما رو کنار میزد و یه قومی رو می آورد که گناه کنن و بعد توبه کنن.
پس حس پشیمونی و میل به توبه یک نشونه قشنگ از محبت خداست. از این حدیث میفهمیم که مهم این نیست که اشتباه کنیم، مهم اینه که بعد از اشتباهت برگردی سمت خدا. اگه بعد از یه گناه حس بدی داری، دلت میخواد برگردی سمت خدا و باهاش حرف بزنی، این یعنی خدا تو رو دوست داره. اگه یه صدایی تو دلت میگه که توبه کن، برگرد پیش خدا، بدون که خدا تو رو ول نکرده، داره صدات میکنه چون تو رو دوست داره. خطرناکترین چیز اینه که گناه برات عادی بشه و وجدانت کامل خاموش بشه. نشونه سوم، دلت آروم میگیره. زندگی گاهی مثل یک دریای طوفانیه، ولی بعضی از آدما هر اتفاقی هم که بیفته یک آرامش خاصی تو دلشون دارن. این یکی از بزرگترین نشونه های دوست داشتن خداست، چون آرامش واقعی نه پول و پسته، نه تو آدما، بلکه فقط تو یاد خدا پیدا میشه. تو سوره رعد آیه 28 خداوند میفرماید اونا کسایین که ایمان دارن و دلشون با یاد خدا آروم میگیره. بدونید که دلها فقط با یاد خدا آروم میگیرن. اگه وقتی عبادت میکنی، دعا میکنی یا قرآن میخونی، دلت یه حس آرامش عجیب پیدا میکنه، این یک نعمت بزرگه که خدا بهت داده، چون خدا به بنده های عزیزش آرامش قلبی میده. اگه تو هیاهوی زندگی بازم یه گوشه دلت آرومه، این یعنی خدا هوا تو داره، دلتو آروم میکنه و بهت این محبت رو داده که تو شلوغی دنیا غرق نشی. حالا چطور این آرامش رو بیشتر کنیم؟ خدا رو یاد کنیم. زمزمه کردن اسم خدا، دعا کردن، دل رو نرم و آروم میکنه. شکر کنیم. وقتی که قدر چیزایی که داریم رو بدونیم، آرامشمون بیشتر میشه. دلمون رو تمیز نگه داریم. بخشیدن، دوری از کینه و نفرت، دل رو پر از آرامش میکنه. اگه وقتی خدا رو یاد میکنی، نماز میخونی یا دعا میکنی، دلت باز میشه، این یک هدیه خیلی با ارزش از خداست، چون خدا به بنده های عزیزش آرامش قلبی میده.